سلام خدمت همراهان کانال تاریخ و سیاست برای همه. من پارسا هستم. با قسمت دوم از سری ویدیوهای فرهنگ و تمدن ایرانی در شرق دور خدمتتونم. موضوع امروز در مورد نقش ایرانیان در تاریخ و سیاست تایلند هستش در اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17. پس تا آخر ویدیو همراهمون باشید. لایک و ساب یادتون نره. ممنون. بریم سر وقت موضوع امروز. شاید اینطور به نظر برسه که عمده روابط و مراودات تجاری و فرهنگی ایران که موجب انتقال فرهنگ ایرانی به دیگر نقاط دنیا بشه بیشتر با ملل غربی بوده باشه، اما جالب توجهه که ایرانی ها به لحاظ فرهنگی و سیاسی آثار و تأثیرات ماندگاری داشتن در شرق دور که در قسمت قبل به ژاپن اشاره کردیم. تایلند هم یکی از کشورهای شرق دور هستش که ایرانی ها از دوران قدیم ارتباطات اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای با این کشور داشتند و در برهه‌ای از تاریخ تایلند هم میزبان عده‌ای از ایرانیان بازرگان بود که در نتیجه اسکان این افراد در این کشور تبار ایرانی و مذهب تشیع در این کشور ریشه دواند و ایرانیان علاوه بر زندگی در تایلند نقش مهمی رو در سیاست‌های مالی و بازرگانی این کشور و همچنین تحولات سیاسی ایفا کردند و همچنین از نفوذ زیادی در دستگاه حکومت تایلند هم برخوردار شدند. شخص محوری ویدیوی امروز به نام شیخ احمد قمی هستش. فردی بازرگان بود که رهبری گروهی از بازرگانان رو به مقصد سیام یا همون تایلند امروزی بر عهده داشت. شیخ احمد قمی در دوره پادشاهی شاه طهماسپ صفوی به تایلند میره و از عاملان ترویج تشیع در این کشور هم شناخته میشه. اکثر منابع تاریخی شیخ احمد رو اهل قم میدونن، اما یکی از نوادگان او به نام تجبوناگ که خودش هم وزیر امور خارجه تایلند بوده عنوان کرده که شیخ احمد از شهری به اسم گونی در منطقه مازندران اومده. جدا از محل تولد ایشون، شیخ احمد بعد از استقرار در تایلند یک سیستم بازرگانی در ناحیه بندری قایی تأسیس میکنه که تأثیر بسیاری در رونق تجارت دریایی تایلند داشت. شیخ احمد در حوالی سال 1620 میلادی در دوره پادشاهی سوکتام به دلیل موفقیت‌های تجاری او و اثر بخشی اصلاحات بازرگانیش به دربار پادشاهی دعوت میشه و از اینجا بود که شیخ احمد وارد فعالیت‌های سیاسی هم شده و اعتماد پادشاهان رو هم به خودش جلب کرده. یکی دیگه از اقدامات مهم شیخ احمد در تایلند مقابله با شورش مزدوران ژاپن بود که قصد سرنگونی سلطنت رو در تایلند داشتند. با موفقیت شیخ احمد در سرکوب شورش‌ها ایشون تونستن که مناصب مهمی رو در تایلند به دست بیارن و حتی تا مقام وزارت اعظم هم پیش برن. همچنین شیخ احمد در دوران پادشاهی سونگتام به منصب دست راست پادشاه منصوب میشه که اختیار کامل حل و فصل اختلافات تجاری با کشورهای خارجی به جز چین رو میداد. پادشاهی تایلند همچنین به شیخ احمد منصب شیخ الاسلامی رو میدن که وظیفه رسیدگی به امور مسلمانان را بر عهده ایشون گذاشتن و جالب این که اکثر مسلمانان اون دوره هم اهل سنت بودن، اما یک فرد شیعه شیخ الاسلامشون میشه و به امور اونها هم در کنار امور شیعیان میپردازه. شیخ احمد همچنین در تایلند هم ازدواج میکنه و در ازدواج خود با یک زن تایلندی صاحب 2 پسر و 1 فرزند دختر شد و با گذشت زمان نوادگان شیخ احمد عمدتاً به دین بودا گرایش پیدا کردند و بخش کوچیکی از اونها هم مسلمان باقی موندند و علت اصلی اون اقدام پادشاه متعصب بودایی بوده بر علیه مسلمانان که شرط اشتغال در مناصب حکومتی رو شرکت در مراسمات مذهبی بودایی قرار داده بود و به این ترتیب اکثر نوادگان شیخ احمد هم به دین بودایی پیوستند. همچنین شیخ احمد در سال 1620 میلادی مسجد تکیوکین رو در آیوتانا پایتخت وقت بنا میکنه و امروزه هم سفارت ایران در بانکوک مسئول نگهداری از کتابخانه شیخ احمد قمی هستش.
و مقبره ایشون هم در کالج تربیت معلم آیوتایا قرار داره که البته این مقبره نمادینه و قبر اصلی شیخ احمد قمی نیستش. و سمت شیخ الاسلامی شیخ احمد هم بعد از وفات ایشون به نوادگان مسلمان خودش انتقال پیدا میکنه و تا اواخر سال 1945 میلادی هم ادامه داشته. جالب این که یکی از آثار شیخ احمد هم یک غذایی هستش در تایلند که خیلی هم معروفه به اسم کاری ماتسامان و به عقیده کارشناسان اولین بار این غذا رو شیخ احمد درست کرده و بیس ایرانی داره. جالب‌تر این که در سال 2011 میلادی کارشناسان غذایی CNN در مقاله تحت عنوان 50 غذای خوشمزه دنیا کاری ماتسامان رو در صدر فهرست خودشون قرار دادند. در مجموع که ارتباط بین تایلند و ایران منحصر به دوران معاصر نیستش و از قدیم ها هم ما با تایلندی ها ارتباطات بسیاری داشتیم و نقش مهمی رو در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تایلند هم ایفا کردیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراهمون بودین. کانال رو به تازگی تأسیس کردم، لطفاً با لایک و سابسکرایب حمایتمون کنین، کامنت فراموش نشه، زنگوله رو هم حتما بزنین تا از آخرین ویدیوهای ما آگاه بشید. خیلی ممنون، پیروز و پایدار باشید.